در تمام سوگد می دانند. وقتی شمالهای اولین تیر ماه می وزند، موسم لالک ها و بادبرک ها فرا می رسد. فصلی که آسمان دهه ها پر از صدای خاصی ترس می شود. و مهمان دائمی این موسم دادا جان بابای 78 ساله که مردم او را دادا جان بادبرک باز می نامند. این هنر به او از خانواده میراث مانده است. پدر و بابایش نیز در زمان خود به ساختن بادبرک ها دلبستگی داشتند. گویا این شوق به او در سطح گن ها گذشته باشد. امروز هم بابا از کاغذ و شاخه های سبک بادبرک های عجیب می سازد که ساعت ها در آسمان پرواز کرده صدای شیرین کودکی را به یاد می آورند. او با تبسم می گوید: هر بادبرک که به آسمان می پرانم گویا خودم همبال می شوم. دادا جان بابا والدان را نیز تشویق می کند که برای فرزندانشان چنین بادبرک های کاغذی را بگیرند. بگذار کودکان کمی از گجت ها دور شوند، به هوا برآیند، دو و تاز کنند و جهان واقعی را با شوق کودکانه احساس نمایند.